تیم نام پیکان به وجود آمد. پیکان مال کارخونه ایران ناسیونال میگفت من پول میدم بهتون بیاین برای من بازی کنید. رفتن، همین بازیکن رفتن اونجا. توی آخرین بازی باشگاه تهران پیکان تاج و 2-0 شکست داد و قهرمان فوتبال ایران شد. بعد از اینکه پیکان قهرمان ایران شد باید در مسابقات باشگاه‌های آسیا شرکت میکرد. پیکان به مسابقات باشگاه‌های آسیا رفت به یه سفر گردشی اروپایی، به جاش تیم تاج که نایب قهرمان بود رفت جام باشگاه‌های آسیا. 2 هفته بعد از این مسابقه که توی تهران استقلال یا تاج سابق قهرمان باشگاه‌های آسیا شد. دوباره پرسپولیس پیکانی ها که از سفر برگشتن 1 سال بیشتر دوام پیدا نکرد و باز دوباره تیم پیکان همه بازیکناش رفتن به همون تیم پرسپولیس شدن. اینا همه ستاره های پرسپولیس، همایون بهزادی، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، ایرج سلیمانی، علی پروین شدن. اینا سرزن همیشگی تیم شاهین، پیکان و پرسپولیس و تیم ملی همایون سرطلایی، همایون بهزادی.